سوالی که در جلسه گذشته قول دادیم مطرح بکنیم درباره پیدایش شیعه بود. حالا من این رو به عنوان اولین سوال مطرح کردم از این باب که به هر حال نگاه تاریخی به شیعه داشتن خودش یک نگاهی است و هم کسانی که به لحاظ اعتقادی خواستن شیعه رو نقد بکنند و هم کسانی که به لحاظ تاریخی خواستن مطالعه تاریخی درباره فرق اسلامی بکنند، از هر دو زاویه این سوال براشون مطرح شده که اصلا پیدایش شیعه به کجا برمیگرده و چون این میتونه مبنای برخی قضاوت‌های نادرست بعدی باشه در بحث‌های اعتقادی و غیر از اون، من فکر می‌کنم بهتر است که این رو بهش بپردازیم. شما درباره پیدایش شیعه نکاتی دارید بفرمایید تا بعد انشالله بر مبنای این بحث رو پیگیری کنیم. بله، همونطور که اشاره فرمودید در مورد تاریخچه پیدایش شیعه حرف‌های عجیب و غریب فراوانی گفته شده که شیعه از چه تاریخ پیدا شده در جامعه اسلامی. هرچند چنان که عرض خواهیم کرد اصل طرح این مسئله خالی از غرض نبوده و اصلش سخنی بی اساس بوده و سخنانی که گفته شده بی مدرک و غیر قابل قبوله. در این حال دیدگاه های گفته شده. یکی اینه که گفتن که شیعه بعد از ماجرای سقیفه پیدا شد و شروع پیدایش شیعه بعد از رحلت پیغمبر بود. بعضی گفتن در پایان خلافت خلیفه سوم و در عصر خلافت امیرالمومنین علیه السلام این فرقه پیدا شد. بعضی گفتن که در پایان خلافت خلیفه سوم و به دست ابن سبای یهودی که تازه مسلمان شده بود. بعضی گفتن در زمان امامت امام حسن مجتبی علیه السلام. بعضی گفتن که در عصر صحابه این اتفاق افتاده. بعضی گفتن در جریان حرکت توابین در سالهای فاصله بین 61 تا 63 هجری و از این اقوال فراوان گفتن که اینها همه یک عرض کنم دیدگاه ها و حرف های بی اساس و عرض کنم که غیر محققانه هست. اگه بخوایم یک اینا رو بررسی بکنیم فکر می‌کنم بحث قدری طولانی میشه. شما اصل اون چیزی که مورد قبول پسند رو مطرح بفرمایید. من لابلاش فکر می‌کنم بعضی از اینا رو من لازم هست که سوالاتی دربارش مطرح کنم. نه، اصل نظر خودمون رو میگم. عرض می‌کنم که این دیدگاه‌هایش کدام درست نیست و شیعه در واقع در عصر خود رسول اعظم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم به وجود اومد و مؤسسش هم کسی جز خود شخص شخیص پیغمبر نیست. خود پیغمبر این فرقه رو به وجود آورد، هم نامش رو، هم مرامش رو، هم خط سیرش رو، همین که چی خواهد شد، کجا خواهد رفت رو خود پیغمبر ایجاد کرد که حالا انشالله تو بحث آینده ما دلایل و شواهدی رو در این رابطه اقامه خواهیم کرد و ارائه خواهیم کرد. نکته اول این که واژه شیعه علی بن ابی طالب واژه‌ای است که عرض کنم که بارها توسط خود پیامبر اسلام استفاده شده و استفاده واقع شده بر حسب نقل و گزارش کتب فریقین، مخصوصا کتب اهل سنت در این رابطه فراوان این مطلب رو نقل کرده که من دو سه موردش ان شاءالله نقل خواهم کرد. انقدر این فرمایشات پیغمبر فراوان بود و انقدر زیاد پیغمبر فرموده بود که زمانی از که عده از خواص صحابه در زمان خود پیغمبر میگفتن ما شیعه علی بن ابی طالبیم. افرادی مثل سلمان، ابوذر، مقداد، اینها در زمان خود پیغمبر میگفتن که ما شیعه علی بن ابی طالبیم. یعنی انقدر پیغمبر این واژه رو استعمال کرده بود که و کاملا معناش هم براشون روشن بود که میگفتن ما شیعه علی بن ابی طالبیم، براشون روشن بود. حالا من برخی از این احادیث رو نقل میکنم. عن ابی سعید الخدری قال نزل النبی صلی الله علیه و آله و سلم الی علی بن ابی طالب علیه السلام فقال هذا و شیعته هم الفائزون یوم القیامه. شواهد و تنزیل حاکم اسکانی جلد دوم صفحه 467. پیامبر به علی بن ابی طالب اشاره کرد، نگاه کرد و فرمود این شخص و شیعیانش خود همینها، اینها روز قیامت جز رستگارانند. هم الفائزون، ضمیر فصل اینجا اومده که فقط و فقط. باز حدیث دوم از جابر بن عبدالله انصاری هست که میگه کنا عند النبی صلی الله علیه و آله و سلم فاقبل علی بن ابی طالب فقال النبی صلی الله علیه و آله و سلم والذی نفسی بیده ان هذا و شیعته لهم الفائزون یوم القیامه ثم قال ان اولکم ایمانا و اوفاکم به عهد الله
و اقومکم به امر الله و اعدلکم فی الرعیه و اقسمکم بالسویه و اعظمکم عند الله مزیة الی آخر حدیث. اینو از تاریخ مدینه دمشق ابن عساکر جلد 2 صفحه 442 نقل کردم. البته من یک منبعش فقط عرض میکنم، منابع متعدد هست. جابر بن عبدالله انصاری میگه که نزد پیغمبر بودیم که علی بن ابی طالب به سوی ما اومد. در این هنگام پیامبر فرمود قسم به آنکه جانم در دست اوست، این شخص و شیعیانش تنها رستگاران در روز قیامت هستند. آنگاه فرمود به یقین او اولین فردی از شما که به من ایمان آورد و وفادارترین شما به عهد الهی و استوارترین شما برای برپایی امر خداوند و عادلترین شما میان مردم و بیشتر از همه شما در تقسیم مساوات رو رعایت میکنه و بزرگترین مقام و مزیت رو در بین شما نزد خداوند متعال دارد. حدیث سوم باز در همون منبع اومده که وقتی که البته این حدیث سوم رو سیوطی نقل کرده، خیلی منابع دیگه هم نقل کردن. وقتی که آیه کریمه ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریه نازل شد که در سوره مبارکه بینه هست، یعنی کسانی که ایمان آوردن و عمل صالح انجام میدن بهترین مخلوقات هستند. این آیه که نازل شد پیامبر فرمود علی و شیعیان او خیر البریه هستند. این مدرکش همون مدینه دمشق ابن عساکره. همینطور سیوطی در ذیل همین آیه که عرض کردم این حدیث رو نقل کرده و ایشون هم استناد کرده به همین ابن عساکر و دیگران. باز حدیث چهارم همین ابن عساکر از شعبی از امیرالمومنین علیه السلام نقل کرده که پیامبر فرمود انت و شیعتک فی الجنه. همون مدرک جلد 2 صفحه 332 تو و شیعیانت در بهشتید. باز سیوطی از جابر بن عبدالله نقل کرده که گفت نزد پیامبر بودیم که علی به سوی ما آمد. پیامبر فرمود قسم به آنکه جانم در دست اوست، این شخص و شیعیانش روز قیامت رستگارانند. جابر ادامه میده که هنگامی که این آیه ان الذين آمنوا نازل شد به سبب فرمایشات پیامبر، اصحاب پیامبر وقتی علی بن ابی طالب علیه السلام می آمد میگفتن خیر البریه آمد. انقدر مشهور بود که وقتی حضرت علی علیه السلام می آمد میگفتن خیر البریه آمد. با سیوطی از ابن عباس نقل کرده که قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لعلی هو خیر البریه. بعد بهش فرمود انت و شیعتک یوم القیامه راضین مرضیین خیر البریه انت و شیعتک و موعدی و موعدکم الحوض اذا جئت الامم للحساب تدعون قرا محجلین. یعنی به حضرت علیه السلام فرمود تو و شیعیان در روز قیامت رستگار هستید، شما پسندیده و مورد رضایت خدا هستید، تو و شیعیانت خیر البریه هستید. وعدگاه من و شما کنار حوض هنگامی که امتها برای حساب آورده میشن، شماها قر المحجلین هستید، کسانی که روسفیدید در روز قیامت، شما رو اینجوری نامیده میشوید.